توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور ترپ های بهتری بسازید برای خودتون و چه نکاتی رعایت کنید که ترپتون بهتر بشه، بهتر کار بده و 100% انجام بشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب اولین چیزی که هست اینه که من الان دستگاهشو اینجا ساختم. ببینید بذارید توضیح ریز بدم و نشونتون بدم. اینجا دور تا دور پیستون و وصل به اینجا. من اگه اینو بزنم اینجا شروع میکنه به تکون خوردن پیستونه و اگه من از اینجا مثلا بیفتم پایین این منو میندازه توی اون یه بلاکی. چرا که ننداخت نمیدونم. بذارید باز باید کمتر کنم. الان فکر کنم بهتر شده باشه. نکنید الان آروم تر شد. الان اگه بیفتم اینجا میفتم پایین. حالا چرا یه بلاکی؟ خب یه بلاکی اگه شما بیاید و یه دونه دیری پستون بذارید 100% میدونید که طرف وقتی میفته روش، یعنی روی دیری پستون میگم. ولی اگه شما چند بلاکی دیری پستون بذارید، مثلا همون 3% که میچینید و دیری پستون بذارید، ممکن طرف بیفته بین دیری پستون، یعنی دقیقا اینجا. خب و احتمال مرگش 100% نیست. و دلیل دومی هم که وجود داره اینه که اگه طرف نمرد، بذار من اینو آفش کنم. اگه طرف نمرد شما میتونید یه حرکتی بزنید. شما بیاید اینجا یه بلاک بذارید اینجا، یه دونه اسلایم برای خودتون بیارید، اسلایم بلاک میذارید اینجا، یه دیر پستون زیرش میکنید. اینجوری اگرم طرف نمرده باشه با این حرکت شما میمیره. هی این کار رو دوباره تکرار کنید و دوباره تکرار کنید، چون که طرف تو تک بلاکه میمیره سریع. ولی اگه چند تا بلاک باشه شما نمیدونید کجاست، میتونید جا خالی بده از این. من این بیرون براتون ساختم نمای بهترشو، بذارید نشونتون بدم. ببینید الان 3x3 الان از بالا نشون بدم. 3x3 من روی اولیم نذارید باشه، یعنی یه دونه بیاریدش جلوتر این دیسپنسر رو، چون که روی اولی باگی میخوره و ممکن طرف گیر کنه توی پیستونا و بکنه راحت بیاد بیرون. الان من اینو بزنم ببینید طرف از اینجا میفته دیگه، از این بلاکا میفته دیگه، میفته پایین. خلاصه کار اینه که این کار حتما انجام بدید که طرف توی تک بلاک بیفته. این خیلی مهمه. نکته بعدی راجع به اینه که طرف فرار نکنه از ترپا. برای اینکه فرار نکنه شما خیلی کار چیز مختلف میتونید انجام بدید روی ترپتون. مثلا کرافین تیبل بذارید و بنر، چون اینجوری اگه کرافین تیبل و بنر بذارید نمیتونه دور و اطراف بلاک بذاره. الان مثلا من نمیتونم دور و اطراف بلاک بذارم، میرم الان مثلا بیفتم میرم تو کرافین تیبل اگه بخوام بلاک بذارم، یا اینجا بخوام بلاک بذارم میاد وسط. که برای این وسط شما به یک چیزی نیاز دارید به نام ساین. الان ببینید وسطش ساینه و دور اطرافش هم بنر و کرافین تیبله، یعنی عملا هیچ بلاکی طرف نمیتونه بذاره یا مثلا چیزی پیست کنه. میدونید این پایین شما وقتی که طرفو تک بلاکش میکنید، که گفتم اونجا بهتون، وقتی تک بلاک میکنید اینجا رو حتما یه دیسپنسر پره آرمورستن داشته باشید و دوتا ابزرور روبروی هم وقتی بذاری سیگنال ردستونی خیلی تندی یعنی منتشر میکنن. ببینید وقتی این دوتا رو به هم باشن سیگنال قوی ایجاد میکنن، از دو طرفش هم هست. و شما یه لور یه جا بذارید که این ابزرورها وصل بشه به این دیسپنسره و این دیسپنسر یه عالمه آرمورستن، من دکمهشو بزنم، من یه عالمه آرمورستن بندازه اینجا. طرف دیگه توان حرکت و کندن نداره و تا میاد بکنه شما میرید میکشیدش. ممکن از این پایین بیاید هیتش بدید، یعنی وایسید اینجا و هی بزنید هیتش بدید، یا اینکه خودش رو دیر پستون بیفته بمیره. به هر حال شما به آرمورستن نیاز دارید چون که طرف نتونه حرکتی انجام بده و محض اطمینان دیگه بیشتر. مورد بعدی راجع به یه ترپیه که حالا من نمیدونم آموزشیشو گذاشتم تو چنل یا نه. این ترپیه که شما وای میسید و در میذارید که طرف اگه پرید بیفته اینجا. خب یک مدلش هست، من احتمالا شورت ویدیوشو بذارم که بهتون یاد میدم چجوری اینو نامرئی کنید و خودتونم یه جوری وایسی که کسی نبینتتون. وقتی که طرف داره میدوه به سمتتون، خب اونجایی که ما تو ایران داریم زندگی میکنیم و خیلی دیلی داره، وای نسید که اصلا طرف خیلی نزدیکتون بشه. زودتر از این که طرف نزدیک بشه F5 بزنید، زودتر از این که نزدیک بشه بلاکا رو چه نمیکاره، زودتر از این که نزدیک بشه درا رو بکارید، چون که اینترنت خرابه، همین که دیلی داره سرورها 90%شون.
و این باعث میشه که خب ترپتون درست کار کنه، چون اگه طرف بپره و شما بلاکو بذارید ممکن بلاکتون باگ بشه و پیست نشه. بچه من اینو برای دور ترپ گفتم، ولی خب هیچ محدودیتی نداره، شما میتونید اینو روی هر ترپی که دوست داشته باشید استفاده کنید. سعی کنید ترپاتون رو توی بایوم های برفی و دزرت پیش، حالا دزرت کمتر چون که دزرت دیگه خیلی به شک میکنن و میفهمن، ولی توی بایوم برفی بیشتر بسازید، چون که با استفاده از اسنو باکت در واقع بلاکایی بسازید که طرف بیفته و بمیره. حالا ویدیوهاشو میذارم، شورت ویدیوهاشو توی چنل، حتما برید ببینید. که بچه آر پی ام ویدیو اومده پایین، همونجوری که خبر دارید، مطمئنم 90%تون میدونید. پس لطفا ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید، بهم انرژی میده. من که تازه شروع کردم یکم انرژی بگیرم دیگه. خلاصه بچه همونجور که میدونید تا اینجا منم یه سر ردستون بازی کنیم. اسلایم میتونه بلاکای دورش هم بالا ببره، کنید با خودش بالا میبره پایین میاره. و حالا ما میخوایم از این استفاده کنیم. چه جوری؟ بیاید تا بهتون بگم. میدونستید که این دستگاهی که ساختم بلد بودید از قبل، ولی خب برای اونایی که بلد نبودن گفتم یه توضیح بدم. توی ترپا خیلی کمک میکنه واقعا، مثلا توی ترپا که سطح صافه. ببینید یه لول وصل کردیم اینجا به 3 تا، یعنی 5 تا پیستون. 3 تاش اینجاست که من اینا رو تا آخری بردم و قراره که بکشه سمت چپ من. آره این پیستونه رو میکشه عقب و اینم اسلایم رو میکشه پایین. الان ببینیم چه جوری کار میکنه. میبینید این خالی میشه اینطوری و حالا پر نمیشه دوباره، چون که الان من اینو بزنم ببینید نمیشه اصلا. و من اینو میخوام چجوری استفاده کنم. همون دور ترپی که دیدید و میخوام اینو اینجوری بیام اینجا و اینجوری درا رو بذارم. من درا رو اینجوری میذارم و طرف وقتی که خواست بپره بیفته توی این چاله. و میخوام اینجوری کنم که یه ابزرور وصل کنم به زیر این و وقتی که در رو پلیسش کردم سیگنال ردستونی ارسال بشه به این دستگاه و این دستگاه کار کنه. یعنی وقتی در رو میذارم همون لحظه چاله باز بشه، یعنی در ترپمون باز بشه. بریم یه تلاشی بکنیم ببینیم میشه. اگر که الان نمیتونم یه راه پیدا کنم که درست بفهمید. ببین یه دونه ابزرور گذاشتم اینجا، نمیدونم این ابزرور چجوری میشه مخفیش کرد، ولی شاید توی اسنو بتونید مخفی کنید. اگه یه دونه اسنو بذارید روش خب تغییر میکنه. وقتی که بخواید در بذارید باید بکنیدش، وقتی بکنیدش سیگنال میده. ببینید اومدم همون دستگاه قبلی و یه دونه ردستون به زیر این ابزرور اضافه کردم و اینجوری وصلش کردم به این پیستونه که این پیستونه بیاد و این بلاکو بکشه عقب، این تورچه خراب شه، ردستون تورچه، و این دستگاه همون جوری که قبلا گفتیم مثل لوره. خب الان من اگه بیام اینجا و اینجوری بذارم ببینید که خالی میشه سریع و طرف راحت میفته توی این. و من اینجوری گفتم که با این حالا من یه روشش رو یاد دادم، شما با این در واقع سیستم چی اسمش، با این سیستم اسلایما شما میتونید خیلی کارهای دیگه انجام بدید و توی ترپ های خودتون استفاده کنید. من حالا یه موردش رو اینجا بهتون گفتم و میتونید استفاده کنید ازش هر جا که خواستید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر که دوستش داشتید لایک کنید، اگر حتی 1% بهتون کمک کرد، و برای رفیقاتون معرفی کنید که بیان ببینن من ویدیو رو که بتونید افراد بیشتری رو ترپ کنید. خدافظ.